به خاطری که پایدار است، از جانب الله متعال است و این چیزای دیگه ختم شده نیست. لمن آمن، خو شرط است که کسی ایمان داره، عقیده توحید و عمل صالحا، عمل به طریق پیغمبر صالح انجام داده باشه. ولا یلقاها، یعنی نخواهد شد امیتر خصلت و خوی برای کسی الا الصابرون، مگر کسانی که صبر کننده است. از حرص و از طمع خدا نگاه میکنه، پشت مال و قدر زیاد فریفتن است. فخسفنا به، پس فرو بردیم، به بمی قارون و بداره بخانش، الارض در زمین فرو بردیم. فما کان له من فئت، نبود امو بادیگاردا و کشوفشا نبود برایشان، ینصرونه که امدادش بکنه. لق لق سعی میکردن، انتهای است که اقارب این طرف بده و الا تکت بگی در هندوستان، الا تکت بگی در کجا؟ در جرمنی. اونجا چی میکنی؟ اونجا چی میکنی؟ کدام طرف؟ نبود. فما کان له من فئت، روزی که فرا رسید ظاهرشاه کجا بود؟ نبود برایش من فئت، یک جماعت و دلیان سرونه و که امدادش بکنه من دون الله، بغیر از الله. و ما کان من المنتصرین، نبود که انتقام خودم بگیره، که همینطور بی کسی سرش تیر شد. چرا تیر شد؟ و اصبح الذین تمنوا، گردیدن کسانی که تمنا آرزو میکردن، مکانه، مقام و منزلت ازیره، بالامس دیروز، که وای چی منزلت داره، چی مقام داره، بلدنگ بی لنجرار بی کشوفش بی کانتینرها مانده شده. چی دیگه چی هسته؟ دیوارای سیمنتی زده شده، چی سیمای خاردار، نه چکای کوچه مانده شده. نه موترها را بند میکنه. الله متعال میگه مردم ها که دید که رفتی مردکه، 4 دیر آواری ها را خو خیلی زیاد زده بود، آلی در کجایی را پران، آشپزش خود زد، انفجار کرد سرش. اینطور گپ شد. باز میگه مردم ها میگه چی میگه؟ واصبح الذین تمنوا مکانه، گردیدن و کسانی که آرزو داشتن منزلت و مقام حضور بلمس دیروز، یقولون میگه وای کأن الله، عجب است یا افسوس، کأن الله تبگویی، به مثلی که الله متعال یبسط فراخ میسازه رزق روزی را لمن یشاء، به کسی که الله بخواه، من عبادی از بنده های خود، و یقدر تنگ میسازه. کل اختیارات در پیش الله متعال بوده. این کمال، این مال ذاتی نبوده، دائمی نبوده، روز فرا میرسه. حالی باز چی میگه فقیر؟ برو بغم خود رفته میتون هر طرف، و خود دروازه که شمال درب کنه بالا خز میزنه که الله انفجار است. حالی دیگه توی چی میکنی؟ لولا ان من الله، اگر احسان نمیگذاشت الله متعال علینا، بالای ما، امی مردمایی که دیروز مقام منزلت حضور آرزو داشتن، اگر الله احسان نمیکرد بالای ما، لخسف بنا، ما را همینطور در زمین فرو میبرد، باز در بدر خاک بسر میشدیم. وای کأنه، عجب است یا افسوس است، کأنه لا یفلح الکافرون، تو گویی که یقینا کسی که کافر باشه کامیاب نمیشه. تلک دار الاخرت، توی دار آخرت برای هر کس و ناکس داده نمیشه. دار آخرت برای خود مردمی با شخصیت و با اهل، مردمی که اهلی عزیز او را میخواه. کدام مردم است؟ این دار آخرت نجعلها میگردانیم للذین، برای کسانی که لا یریدون علوا، که اراده نداره از کلان تراشی را فی الارض، در روی زمین، تکبر، گناه باطنی نمیکنه. یک ولا فسادا، فسادا گناهای، اینجا مراد است علو گناه باطنی است، ولا فسادا، فسادا اراده نداره، گناه ظاهری نمیکنه. ولا عاقبت للمتقین، انجام کار برای کیست؟ خیر عاقبت برای متقین است. من جاء بالحسنه فله خیر منها، کسی که آمدن به کار نیک میکنه برای از او بهتر از این کاری عمل نیکیش است، ده چند افصد چند بلکه از او کده زیاد. و من جاء بسیئه، کسی که آمدن میکنه به کاری غلط و نادرست، فلا یجزا، پاداش داده نمیشه، الذین، عوض و بدل داده نمیشه، الذین، به کسانی که عملوا السیئات، کارهای زشت و غلط کرده، الا ما کانوا یعملون، مگر آن چیزی که خود انجام داده. مثل به مثل داستان موسی علیه السلام و داستان پیغمبر یک رقم است. الله میگه ان الذی، او ذاتی که پیغمبر علیه السلام فرض علیک القرآن، که فرض کرده احکامشه، احکامی که در قرآن کریم ذکر شده، یا فرض نازل کرده، یا فرض فرستاده، کلی ازی چی میشه؟ معنا میشه. قرآن سرت نازل کرده چی وعده است؟
لرادک الی معاد، تو را بازگرداننده است به سوی بازگشت، جای بازگشتی، جای بازگشت در مکه تو را باز میگردانه. اگرچه مفسرین دیگه معنا هم کرده، اینجا اقوال ذکر نمیکنه چی مسلک راجح هست. الله متعال حالات مشابهی که با موسی علیه السلام داره پیغمبر علیه السلام هم میگه. موسی علیه السلام وقتی که مادر او را دریا انداخت به الهامی الله متعال، لیکن یک دم که صندوق و آب برد دلش خالی شد، یک دم قریب بی صبری میکرد، الله متعال الهام کرد که بازگرداننده است موسی علیه السلام دمی جای بازگشتش، دمی بغلی تو. رسول الله را میگه ای پیغمبر، از کدام گهواره، از کدام بغلی که تو اونجا تربیت یافته ای که خیلی محبوب داری، الله روزی فرا میرسانه که تو را باز میگردانه. گردانید یا نه؟ پیغمبر غلبه مکه را فتح کرد. یک موضوع. دوم، قل بگوی پیغمبر علیه السلام ربی اعلم، و پروردگاری من خوب میدانه، من جاء بالهدی، کسی که آمدن به هدایت میکنه، و من هو فی ضلال مبین. قوم برش میگه که در بین این قدر مردم یک تو پیدا شدی، هدایت سری تو آمده، برابر یک تیمک بچه پیدا شده اینطور میگی. با موسی علیه السلام هم فرعون گفته بود یک تو آمدی. موسی علیه السلام همین گپا گفته بود که ربی اعلمو، پروردگاری من خوب میدانه که من هو اهدا، کیست خیلی هدایت. پیغمبرم با قومی خود همینطور گفت که بگوی گپا را، لیکن معلوم میشه، باز معلوم میشه پروردگاری من میدانه که کی است به هدایت و کی است در گمراهی آشکارا. الله خود میدانه. آلی خوی گفتار شماست، گفتار شما حقانیت دینی من از بین برده نمیتونه. در ساس برای ما و شما دعوتگرا آلی نکته را بیان میکنم. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، پیغمبر علیه السلام تو نبودی که توقع داشتی یلقا که برات ضرور آورده شوه الیک بسوی تو الکتاب و کتاب، الا رحمتا من ربک، مگر رحمت از جانبی پروردگار. نبوت برات آمد، رسول شدی، الله بالایت قرآن نازل کرده سری رحمتی کی الله متعال است. معلوم شد که الله رحمت کامل اراده کرده بالای تو. فلا تکونن ظهیرا للکافرین، زمانی که مورد و مشمول رحمت الله استی، هیچگاه طرفدار و پشتیوانی کسایی که کافر است از واره نشوی. الله متعال میگه ای پیغمبر تو نخواسته بودی، توقع هم نداشتی که تو کتاب عظیم و شان قرآن کریم سری تو بیا، لیکن الله رحمتش تقاضا کرد تو اهلش بودی که قرآن سری تو بیا. الله متعال در مقام امتنان و در مقام نعمت بالای پیغمبر چی را ذکر میکنه؟ نزول قرآن کریمه. از او خاطر چقدر مناسب است الله متعال ما را خوش کرده بود در این رمضان مبارک که اول صبح خدا آغاز روز خدا به ترجمه کتاب الله چی کرده بودیم؟ شروع کرده بودیم. آغاز روز خدا به ترجمه قرآن کرده بودیم. نعمت بزرگ الله متعال است. این کمال ما و شما بود؟ نه، رحمت از جانب کی؟ الله متعال بود. الله متعال رحمت خود شامل حال ما کرده بود. یک، پس وقتی که الله متعال میگه زمانی که رحمت الله شامل حال توست، تو باید موقف تا بشناسی، شخصیت تا بشناسی. اول کار که میکنید پشتیوانی مردمای کافر نشو، کسایی که در آسیابی چی؟ بگوی کافر آب میریزانه، قطع ازوا همکاری نکو، دوستی نکو، کمر بستگی نکو، قطع تعلقه امرای ازوا بکو. اول درسی توی نمیسته. قرآن برای شما درس میده پشتیوانی کافر نشوی، دفاع از کافر نکنی. یک مسئله. دوم مسئله به پیغمبر علیه السلام الله متعال میگه ولا یصدنک عن آیات الله، من نسازد تو را از تبلیغ احکام الله متعال، دلایل توحید الله، بعد از انزلت، پس از که نازل شده الیک بسوی تو. هر قدر سختی و تکلیف که میرایت مانع نشوه برای ترک تبلیغ، برای تبلیغ مانع نشوه برای تبلیغ، بالکل تبلیغ تا ادامه بدی. دو، تبلیغ بکو، یک لحظه آرام نشی. سوم امر ودع الی ربک، دعوت و تبلیغ تو بسوی خود نباشه، دعوت و تبلیغ تو بسوی کیست؟ الله متعال. ولا تکونن من المشرکین، مشرک جور نشوی. در تو را میگم دیوال تو بشنو، پیغمبر مشرک نمیشه، خمو تو گاهی بنابر تابیداری قوم چی میکنیم؟ کارهای شرک انجام میدیم. کدام کارهای شرک بود؟ طرفداری ده انتخابات کردم از قوم خود. از قوم خود طرفداری کردن چیست؟ شرک در طاعت است. شرک در طاعت.
مستکی طاعت الله را میکردی اینجا از امی قومی خود اطاعت کردی یا نکردی؟ شرک در طاعت کردی. میشی در مشرکین داخل میشی نکو. باز الله متعال چی میگه؟ ولا تدعو مع الله اله آخر. موضوع یکتا پرستی الله آنقدر مهم است، آنقدر اهمیت داره پیغمبر که را یک دفعه نمیگم، دو دفعه نمیگم، به صیغه امر نمیگم، به صیغه نهی نمیگم، به مثال نمیگم یا چیز به حکایات انبیاء علیهم السلام نمیگم، بلکه به مختلف صورتها برات میگم. کدام چیزا میگم؟ ولا تدعو مع الله اله آخر. آواز نده امرای الله متعال معبودی دیگره. هر نوع تکلیف و مشقت که سرت میآید و جز از الله به کسی دیگری پناه نبر، و جز از الله سوال نکو، درخواست نکو، بغیر از الله مشکلی تا از کسی نخوا، حاجتی تا از کسی نخوا. پیغمبر الله میگه ما امت مامور به امر پیغمبر هستیم یا نیستیم؟ لا اله. چرا دعوت ندی دیگاره؟ به خاطر که نیست لایق پرستش و بندگی الله بغیر از الله متعال. کدام دلیل است؟ بله، کل شیء هالکن. تمامی چیزا هلاک شونده است. او چیزایی را که شما معبود میپنداره، ملک است، اگر او پیغمبر است، ولی است، آخوندزاده است، صاحبزاده است، گلزاده است، کلش فنا پذیر است، الا وجهه، بغیر از رویی که لایق شان کیست؟ وجه اینجا به معنی ذات نمیشه، بجز از روی الله که لایق شان الله متعال است او باقی میمانه. پس از او خاطر لایق عبادت هم الله است، به او عبادت باید کرده شود. بالکل. له الحکم. دیگه دلیل هم داریم، خاص در اختیار الله حکم است، فیصله. یک چیز حلال، یک چیز حرام، یک چیز فرض، یک چیز واجب کی میکنه؟ بله، یکی را میمیرانه، دیگر را زنده، یکی را غالب، دیگر را مغلوب میکنه. کی میکنه؟ احترام فکر نکنه که شما سراسیمه تمام عمر در تمام کارهای زندگی قدر مصروف هستی، مشغول هستی که میگی کارهای پراگنده چی ترجم شود؟ همینطور نمیمانه تا. طوری مردمی پراگنده، مفکورای پراگنده، دینای پراگنده، اعمال پراگنده، اشخاص پراگنده کلگی جمع میشه و الیه ترجعون، خاص به سوی الله بازگردانیده میشه، حساب و کتاب شروع میشه. شما دعوتگرا را الله تعلیم داد در آخر سورت قصص. مبارزات انبیاء علیهم السلام در مقابل قوما بود. سرنوشت آخر از کیست؟ از کیست؟ کسی که پیغمبر و پیروان پیغمبر است. رای پیغمبر تعقیب کنید، دعوت بکنه، اگرچه در اول مشکلات ها براتان پیدا میشه، آخر الامر شما کامیاب هستی. خود چی بکنه؟ دعوت و تبلیغ قرآن به پیغمبر میگه که ادامه بدی، از کسی هراس نکو، هیچ چیزم مانع دعوتت نشوه. چیزی که قرآن بیان کرده ایره به مردم بیان کن. این نعمت عظیم الله متعال بود، الله متعال بر ما نصیب کرد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.